سرخط خبرها. افغانستان در کانون توجه روسیه و پیمان امنیت جمعی. وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که تحولات افغانستان برای سازمان پیمان امنیت جمعی اهمیت اساسی دارد. برای ناامنی خاورمیانه و بالخصوص کشورهای شمالی افغانستان. افزایش کمک‌های هند به افغانستان. وزارت مالیه هند اعلام کرد که بودجه کمک مالی کشورش به افغانستان از 100 کرور به 150 کرور روپیه افزایش یافته است. کالای صادراتی خود به هندوستان صادر بکنیم و کالایی که نیاز داریم بتونیم او را از هندوستان دوباره وارد بکنیم. هشدار از تجدید بحران در بلوچستان. زلمه خلیلزاد هشدار داد که وضعیت بلوچستان نگران کننده و بحرانی است. و اعلام آمادگی مشروط ایران برای مذاکره با امریکا. مسعود پزشکیان میگوید تهران در فضای مناسب و عاری از تهدید با واشنگتن مذاکره میکند.